مونجا رو تزریق کنی، بعد از اینکه قطع کردی به شدت وزنت میره بالا. اوزمپیک تزریق کنی، زیر چشت کبود میشه، پوست صورتت میریزه و گونه‌هات چال میفته. دیگه چجوری حقیقت رو واضح و روشن بگم؟ حتی در بعضی از افراد که اوزمپیک رو با هدف لاغری تزریق کردن، دیده شده که چربی کف پاشون از بین رفته و استخوان به پوست فشار آورده و پاشون زخم شده که بهش جدیدا میگن سندروم پای اوزمپیک. خودت رو قاطی مافیای آمپول‌های لاغری نکن. اصلا این آمپول ها اومده بودن برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2. دیدن تو این افراد، تو بعضیاشون کاهش وزن رو هم داشتیم، کاهش چربی رو داشتیم. بعد این مافیا اومده اینها رو برای پول، برای فروش داده به بازار و با سلامت جامعه دارن بازی میکنن. من کاری ندارم فلان سلبریتی، فلان هنرپیشه اینو زده لاغر کرده. ببین بعدش چه اتفاقی افتاده، عکسای بعدشون رو نگاه بکن. بهترین و سمی‌ترین ترکیب لاغری و تناسب اندام تمرین علمی، نگفتم شدید و محکم، تمرین علمی و صحیح با تغذیه اصولی هست.